به به به، سلام علیکم. مخلص همه برای بچه‌های پیک شادی، از تیوی تا اینستاگرام و اینستامرام. کوچول همتون هوشنگم. رفقا، یکی رو دربست سوار کردم، قیافش بد جوری مشکوک میزنه. جون شما شبیه این یارو زرشکیان نیست؟ الان سهشو میگیرم. ای بسوزه پدر این روزگار. آقا با مدرک مهندسی از صبح تا شب رو این تاکسی دارم کار میکنم، آخرش هیچی به هیچی. جدی میگی؟ واقعا مهندسی؟ مهندس چی؟ بابا مهندس مکانیکم. البته تنها سودی که این رشته تحصیلی تو الان واسم داشته این بوده که هر بار میرم تو آشپزخونه بابا میگه مهندس یا 2 تا چای برد بیار بخوریم. اشکال نداره. الان آقای دکتر پزشکیان اومده، ایشالله همه چی رو مدیریت میکنه. ای بابا تو هم دلت خوشا. این یارو زرشکیان که تو میگی سخت‌ترین کار مدیریتی که تو زندگیش انجام داده این بوده که بیسکویتو چقدر تو چای نگه داره که نرم بشه ولی وا نره. بعد تو میخوای این وضعیت رو مدیریت کنه. تا الان که نه تنها هیچ غلطی نکرده بلکه فقط دستشو تو آرنج کرده تو جیب ملت، همه چی رو داره گرون میکنه. ای بابا، آخه چه حرفیه میزنی؟ آخه تا کی میخوان تو کار شخصی دخالت کنیم؟ خب دست خودش دلش میخواد تو جیب ملت فرو کنه، این اشکالش چیه آخه؟ ای زکی، فکر نمی کردم زرشکیان 2000 هم مالکش داشته باشه. آقا باید با هم وفاق داشته باشیم، اینجوری وضعیت مملکت درست نمیشه. اگه وفاق داشته باشیم تهش خوب تموم میشه. ای بابا، تنها چیزی که توی مملکت تش خوب تموم میشه قابلمه ماکارونیه. چه وفاقی چه کشکی. با این حرفت منو یاد اون یارو گارسونه میندازی، کبابش بو باسکازی میداد. گفتم داداش مطمئنی گوشت گاوه؟ گفت آره عزیز، بیچاره تا نیم ساعت پیش داشت ار میکرد. روزی نیست حالا صدای ار از مجلس دولت نشنفیم، بعد تو کباب وفاق رو به رخ ما میکشی؟ شانس آوردی به مقام و عظما فوش نداری، وگرنه من پاسخ دندان شکم بهت میدادم. خط قرمز من منبیات عظماست. بگو اینجوری نیست. اینجوری نی. زرش اینجوری نی. از اولش هم بو برده بودم که زرشکیانی ناکس. فکر کردی تاکسی منم عراقه که لباس مبدل بپوشی و بری زیارت؟ الان یک بلایی سرت میارم که به ظریف بگی خاندایی. نه 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 نه، اگر کاری بنزین رو جلوم میکنم بارا بابا ببینیم کابینت رو یکی دیگه چیده، بعد تو میخوای من از گرون کردن بنزین بترسونی. عظما تو رو آورد که آب رو آتیشش بشی، اما هیچی نشده بنزین رو آتیشش شدی. جرأت داری بنزین رو گرون کن، ببین ملت چطوری چپق تو و اون عظما تو چاق میکنن. آقا رفع فیلترینگ اینترنت هم خبری نی، حالا من گفتم بود. بابا تو با خودت چندی. یه جوری هستی آدم جرئت نمیکنه جلوی یه پیرن قرمز بپوشه از بس که گاوی. ما هنوز اینقدر رو نداده تو کل آستری رو هم گرفتی. الان میرم دست بچه محلامون تا از وجود ناوجودت بنزین بکشم بیرون. نه